برادری تقاضا کردند چند شوخی های پیامبر صلی الله علیه و سلم را می گفتید تا ما هم مثل رسول الله صلی الله علیه و سلم با هم شوخی می کردیم. پیشنهاد خوب است ان شاء الله. رسول الله صلی الله علیه و سلم در میان صحابه کرام و همسرانشان و همچنان اطفالی که در مجتمعشان زندگی می‌کردند، همراه از آنها بسیار زندگی متواضعانه داشت، انکسار نفسی داشت و بسیار طبیعتی خوش و طبیعتی بسیار خوشایند همراه از آنها زندگی خود را سپری می‌کرد. از جمله شوخی های رسول الله صلی الله علیه و سلم، طفلی را دیدن برش گفتن یا ابا عمیر ما فعل النغیر. این طفلک نمیدانم چی نام داشت، اما رسول الله صلی الله علیه و سلم ای را به اسم کنیه ابو عمیر صدا زد و این کنیه را رسول الله صلی الله علیه و سلم برش گذاشت. ابو عمیر یعنی پدری عمیر. طفل خرد را شوخی کرده ابو عمیر صدا زد. و نغیر اسمی امو پرنده‌ای بود که این طفل امرای از او بازی میکرد. ای را پرسان کرد که ابو عمیر نغیر چی کرد؟ به شوخی از این طفلک پرسان کرد. و همچنان رسول الله صلی الله علیه و سلم همراه همسرشان عایشه رضی الله عنها از جمله شوخی ها و خوش طبیعتی هایی که کردن و زندگی خوبی را که تیر کردن، عایشه رضی الله عنها را روزی از روزها در سفر بودن، تقاضا کرد که بیا با هم مسابقه کنیم. رسول الله صلی الله علیه وسلم با عایشه رضی الله عنها همسری نهایت دوست داشتنیشان مسابقه کردن و در این مسابقه عایشه رضی الله عنها سبقت کرد، پیش شد. چون چاق نبود و زیاد سبک بود و بعد از مدتی که این قصه هم از یاد عایشه رضی الله عنها رفته بود، باز رسول الله صلی الله علیه وسلم بار دیگر تقاضا کردن بیا با هم مسابقه کنیم و در این مرتبه عایشه رضی الله عنها چاق شده بود و از قصه قبلی هم فراموش کرده بود. با رسول الله صلی الله علیه وسلم مسابقه کردن و در این مسابقه رسول الله صلی الله علیه وسلم سبقت کرد و باز خندیدن، فرمودن که این پیش شدن ما و این سبقت ما در مقابل او سبقتی که تو در اون مسابقه اولی از ما پیش شده بودی. و این هم از جمله شوخی های رسول الله صلی الله علیه وسلم همراه همسرانشان. و همچنان رسول الله صلی الله علیه وسلم نزدشان زنی پیرسال یا کهنسالی، ما کمپیر میگیم، کمپیری آمدن داخل شدن و رسول الله صلی الله علیه وسلم ازشان تقاضا کردن که از الله بخوا مرا داخل جنت کند. رسول الله صلی الله علیه وسلم مزاح حق همراهشان کردن، سخن حق گفتن با مزاح. برشان گفتن کمپیر داخل جنت نمی شود، کمپیر داخل جنت نمی شود. این زن واپس شد و زیاد گریان میکرد و رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر دادن که بروید ایرا خبرش بدهید که البته تو داخل جنت در حالتی کمپیری داخل نمیشی، نه حالتی که پیرسی به این حالت داخل جنت نمیشی. کسی که داخل جنت میشه، چی مرد است یا چی زن، همه جوان داخل میشن. آیت باز خواندن انا انشأناهن انشاء وجعلناهن ابکارا عربا اترابا. الله تعالی مرد است یا زن، البته در این آیت زنها را اشاره میکنه که به یک خلقت خاصی الله تعالی اینها را در اونجا
خلق میکنه و برشان شکل میتیه و همیش در حالتی بکارت هستن و همراه شوهرایشان در یک عمر و همچنان در یک قد و قامت قرار دارن و نهایت محبت دارن. و از جمله شوخی های رسول الله صلی الله علیه و سلم چند تن از فرزندان عباس رضی الله عنه را در میانشان مسابقه برگزار کردند و فرمودند هر یکی شما اگر به من سبقت کردید، یعنی تیز رسیدید، ما چنین جایزه را برای شخصی که سبقت میکنه میدهم. باز اینها مسابقه در میان خود انجام دادن. هر یکی وقتی که به رسول الله صلی الله علیه و سلم میرسید دیگر خود در آغوش رسول الله صلی الله علیه و سلم می انداخت و رسول الله صلی الله علیه و سلم در آغوششان اینها را گرفته بوسه می کرد و مهربانی همراهشان می کرد. بعضی قصه ها از شوخی های رسول الله صلی الله علیه و سلم و در عین حال نهایت مهربانیشان بالای همسرانشان، بالای کودکان، بالای همه افراد مجتمع یارانشان بوده که رسول الله صلی الله علیه و سلم مزاح میکردن، اما مزاحشان از چوکات بیرون نبود، مزاح حق بود و به طوری مزاح میکردن که جانب مقابل کدام توهینی نمیکردن و کدام حرفی زشتی برش نمیگفتن. بعضی مزاح‌ها یا شوخی‌هایی است که جانب مقابل را توهین میکنه، حرفهای زشتی از زبان بیرون میکنن. انسان از چنین شوخی‌ها خودداری کنه، به خصوص شوخی‌هایی که مورد غضب الله تعالی انسان قرار میگیره یا اینکه حرفهای بد یا زشتی را استعمال میکنه یا توهین جانب مقابل است، حقارت جانب مقابل است. از چنین شوخی‌ها انسان خودداری کند.